مخاطب من الان شمایی هستید که در مرحله طلاق هستید یا طلاق گرفتید. طلاق به دلیل ایجاد تغییرات اساسی در زندگی افراد، متارکه یا جدایی، قطعاً همراه با درد آسیب‌های زیادی. پس اگر شما در مرحله جدایی هستید یا طلاق گرفته هستید، بدانید که روان شما آسیب دیده و باید حتما تحت نظر روانشناس باشید برای اینکه اون دردها و رنجها التیام پیدا کنه و ترمیم کنید خودتون رو برای شروع یک زندگی خوب و قشنگ و سالم در آینده. اما متاسفانه بسیاری از افراد هستند که پس از طلاق بدون اینکه تحت نظر روانشناس خودشون باشند دچار افسردگی، دچار سوگ درمان نشده و به همون علتها درگیر روابط غلط بعدی میشن، یعنی از چاله در میان و در چاه فرو میرن. لطفاً شما اشتباه افراد دیگر رو تکرار نکنید. حتما اگر در این مرحله از زندگی خودتون هستید و طلاق برای شما اجتناب ناپذیر بوده، حتما برای ساختن آینده خوبی برای خودتون روان درمانی و مشاورتون رو با یک روانشناس شروع کنید. لطفاً این کلیپ رو برای دیگران هم ارسال کنید.